اگر سری رزیدنت اویل رو بازی کرده باشید یا دنبال زامبی باشید قطعا به کمکتون میاد. و در رزیدنت اویل 3 با یک خانوم بسیار بسیار با کمالات ما باید با یک نره قولی که اینجا شما نمیشه بجنگیم و باهاش مبارزه کنیم و بتوانیم بکشیمش. تنها کاریه که میتونیم بکنیم. حالا ما در این بازی میخوایم ببینیم که آیا اینو میتونیم بکشیم یا نمیتونیم بکشیم. سلام، کسرا رایدکس هستم و خوش اومدید به پارت اول رزیدنت اویل 3 یا قسمت اول پادکست فوتبال دوست ندارم. اوی و اینم بذار بچه بذارم درتون جعبه دیسک هم نشون بده. جعبه دیسک خریداری نشد، دیسک قرض گرفته شده. این کانتینیو روش دقت نکنید. ما رو اسیستد میریم چون حوصله جنگ و دعوا ندارم. اگر خوشتان آمد چیز میکنیم، یه بار که بازی تمام کردیم رو مودای مختلف، راهنمایی ها، جایی مخفی و حتی ممکنه هاردکور و نایتمر یا مثلا سریع‌ترین حالت ممکن بازی رو بریم و تمامش کنیم که فکر کنم یا اونجوری بخوایم بریم دیگه پادکست فوتبال دوست ندارم. نه فوتبال دوست ندارم مود رزیدنت اویل 3 میشه. اوی بسم الله الرحمن الرحیم. چون قرار نیست اسکیپ نمی‌کنم. من فکر کنم این بازی رو This pandemic has spread faster than any disease in modern history. Angry mobs roam the city, buildings. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked unconscious yesterday. A citywide emergency has been declared. CDC is quarantined the whole Midwestern نزدیک 10-12 با تمام کردیم. Honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. بازی حفظنه برعکس رزیدنت اویل 2 رزیدنت اویل 3 و کف دست. It's this foundation that will continue to build a brighter بکنم چون داره حرف میزنه. تیر SMG یا M4 و کلاش رزیدنت اویل 5. همین امشب داشتم رزیدنت اویل 5 بزدم با یه نفر. ویدیو رزیدنت اویل 6 هم داریم، یادم نباشید. رزیدنت اویل 6 هم داریم. آقا بسم الله. ما یه لحظه سنسیویتی خوبه داره بزن. چه خبره اینجا؟ نور نمیشه یه زد دور بودم. خونالی داره اصلا. بله داشت ترانزیشن های کپکات در همین حد. ترانزیشن های کپکات در حد 1 ثانیه احتمالا میگه با کپکات ضبط میشه و ایشالله به حق رب العالمین تا اواخر مهر ما بشتم. ماش حاجی این زامبیش از عادیش خوشگل داره. من دیر زدم، اون دیر زد. باشه هل یعنی جهنم لعنت. این همه چی داره امروز. این شبا بدتر میشه. بچه بالاخره میتونم برای دوبلم بکنم.
یه زبان انگلیسی خویش نور زبان انگلیسیم در اون حد کشید که براتون دوبله کنم. کاش که رزیدنت ایول 3 هم اینجوری فرست پرسن خیلی ترسناک شد. این همون خانم با کمالاته که جیل ولنتاین، دوست دختری کریس ردفیلد، دوست کلر ردفیلد، همکار لیان اسکندی، آیدا بله برمون رسید کنیم. بله بسم الله. ساعت 8 صبح 8 شب 28 سپتامبر 8 شب راکون سیتی. بودو بعدا میخون. پول ندارم پولم ده به خدا ندارم داداش. یارو اومده یه من غذا خورده یا اول بعدم به زنگ میزنم. تک بازی های دارک سولز کریس مثلا کریس یا اول پکایی که با برند دارک سولز برای هالووین کریسمس بود. اولمپش باز شد. برو What the hell is that thing? برو چیزا پرتاب. بچه چنل داریم براتون که این یعنی اسم اینسر شدیم که چنلی هم برای شما پروموت میکنیم که شورت ویدیو اولی 1800 تا ویو خورده. شما گفته پوچ بزن به خدا بشین یه میکی کلافه رو خود در ماسکی نمیکنم ستم خودم بودو دیگه نون نخورده. نردبان مهربان داداش حالا یه سری دلغک دنبالمونه که داستان رو ببین این شرکت همون داره کمون داره دارو سازی و زامبی سازی اینا ارزم در حضورتون اومده که یه سری آزمایشات کرده روی ویروس جدید روی تایران اگر رزیدنت ایول 2 رو بازی کرده باشی به این خیلی گنده‌ای میان این باس‌های دمه تو کلی بازی دنبالتون این مستریکس و اینو اومدن از شهر خارج کنن. قبل از اینکه از شهر خارج کنن یه چیزی به این میمونن این هوشیاریش به دست میان همه رو هوشیار میکنن همه رو هوشیار حالا اینا هم همجور که نمیده هوشیار شدیم. بعدم بچه باید نیست چرا بابا بازه برای ترک میکنم بابا بازه برای ترک میکنم اینجا باید بازه میکنم پولم باشه میخرم شکستی میکنم اینجا بلم آشید نمون بلم برو Door behind you, go! Don't think about it. We're gonna make a run for it. Come on, Jill. We know how this ends. No, I don't. Are we still a team? Always. Then do me a favor. Don't fuck up like I did. برادرم استارزه. هر از این یکم بازی کرده بودیم استارز یه گروهی بودن که ساپورت پلیسا بودن یعنی گفتم خفن‌تر استی رو اینا. بعد کار این نمسیس اینه که استارزا رو بکشه
و ما هم تو راکون سیتی جزو آخرین استارزاییم. بکشم ویبره نداره. ویبریشن ویبره مطمئنی آنه بگه بارداش کن خدا اعوذ بالله برو زن آقای آجون دلیقک من با چه کاری ندارم امنیت ندارم یه نزدیکتر نیا یه دونه هلیکوپتر منتظرم چی؟ ادوانی امنه؟ من هیچ جا من بیرون نمیرم پارکینگ اینقدر دور نیست و سیف در اینجا همینجاست خیلی داداش دوبار من بازی رو تمام نکردم. یه سوال دارم من 3 دقیقه است دارم رکورد میکنم چجوری این ور 11 دقیقه است این سوال من اینو از کجا آوردم مثل بازی سلام Yoko, get it. من فقط برای چیز البته من فقط برای آقای رتفیلم بچه پر رو دیریبلینگ میمون برو برو سیگار نکشید به جنب اون چرا فلیکر میکنه نکن این پایین اوی اوی بیا تو یه رو دیگه میتونم بکنم و این کنم یه ویدیو داره با چیز ضبط میشه روشن میکن دلت داریم خودم تک باز دارساز دو که دارساز یک یا همین یه خودمش باز میشه صدقای خوبی نمیده خواهرم بابا این داشت این سوپرمنه هیچ چیشی نمیشه ایزی بلند شد داشت داره میاد در این پاتو میکشه برو میخوام اینم وایس هم بینم چی میشه بخور منی ای کله به دستم خود هی زشت هی زشت Hey, easy, lady. I got you. Who are you? What are you doing? Name's Carlos, and I'm saving. اوکی هی آروم خانوم بیتوانه افتاده جیل گفت تو کی هستی؟ گفت من کارلوسم
یه طور ببرم یه جای سیف. تا سیف بخونه من برم یه من آبمون پر کنم. آبمون پر کنم. آب بچه من الان که دارم رکورد میکنم آلردی ساعت 2:03 دقیقه شبه. I think we're in the clear. Hope so. We've been. اسکیپ بکنیم واسه کارلوس ندارم. Oh, come on. Who's the dipshit? توی شورت کاتم بزن. If they close this. Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. Promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard countermeasures. UBCS for sure. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa. You don't have to trust me, but I'm going to the shelter. Come on. This way. Come on. This way. آره بیا از این طرف. خیلی سریع صحبت میکنم تو بیام براتون دوبله کنم نیم ساعت طول میکشه. سعی میکنم تو ادیت براتون زیرنویس بذارم که از زیرنویس بخواید برای همه ویدیوها یعنی جاها. ای کاپیتان یه دونه خانم جوان برای میتونیم ازش برای کمک به خودمون استفاده کنیم. کارلوس فکر نمی‌کنم که این من تو اصلا اسمش هم نمیدونم. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off. من میتونم براتون دوبله کنم یعنی بعد براتون زیرنویس بذارم ولی خب یه ذره ادیتش نگاه کن به جای تیر کل من تیر انفور میده نمیخوام. البته این انفور نیم بسید من میشون نرازش بده کنم خیش این مسیستا نه چه چی عشقم کشید با کارلوس ماست رفت من نریم با کارلوس نمرد مره ما یه قابلیتی داریم به نام کمباین کرده یا شما میتونی بیا اینجا کمباین رو بزنی این با مربع بیا مثلا در حال جابجایی یه کمباین میزنی خب جونمون چیز شد گام پاودر هم بده تیر منو بده نه تیر بده تیر ریلود یه سیو ما میزنیم این سیو ها برای قبلی ها من یک میزن خب بخونم بس براتون بخونم اینو پیروز کن میگه که توی UBCS هیچ جایی نیست برای اسکوکس نمیدونم یعنی چی ووکرو تا اینجاشو نمیدونم میگه اونا میان اونجا خط و خششون میفته تو یه نفر میخوای که یه جای تو یه جا برو یه جا میگه برو یه جا امن دیگه اینجا توی لیگ های بزرگ ما our own myths
بابا داره توضیح میده بابا خدا هیچ ندارم نیم ساعت فقط تو خود حرف بزنم برای که توضیح بده میتونیم دوتا رو هم خوندن تایملاین ویدیو برای این طرف من موضوع رو با برو تو خونه یه ماناز بکنه آنگه جایدش هم اومد بیا دادش یا بریم انقدر کمن انقدر شرفه‌ای هم همه رو اتیزم بلند نشیدم بریم ما دیدیم میدی من میخواستم تیرم رو عدد بدم ولی بلند میشدن خیلی ستم بود چیه تو این؟ Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? میان تاورا رو میبینی بعد یه دور بزنی بره اونجا اونا روشن کنی اینجا آتیش گرفته و بری از این چیزای آتش بشنی میگی وای بابا لعنت به جایی بیم خیلی دقیق براتون چیز کردم دیگه در حالتش دیگه این آقای فرسه نمیه خیلی شد اینو بکن این آقای فرسه نمیه براتون زینویز توضیحی کردم بعدت رو میزنم خدایی نه جون برو بچه جون من شاخ داریم برقتون بزنه کمپوده بید من یه لحظه بلند نشید بدونم بلند نشید 3 دقیقه تایم مونده من پیدا می‌کنم 52 تا تیر دارم هیچ کنم دیگه همین الان مرگت حتمی این تو مخواهی نداره این تو هم این بالا هم بری یه دونه دم قد شد اون بالا هم بری چیزه منم در بیتویت کنیم اینجا هم اینجا داره اینجا این هزینه هست بالا هم بری یه باف صندوقه من خوشم نمیاد پست کنم باید پست کنم اینجا با این تو فعلا نیازت ندارم خب این دوتا رو هم کمباین میکنیم نه بیز نکنیم یه سیور ریز اونجا میزنیم آیا که اکسر انقدر سیف کرد تو رزیدنت اویل من کلن همش یاد گرفتم سیف کنم صدای راکه پشمون میخ سگ بیم بابا تو شما در برای من نمیسیز موزم نیستی اینجا بیمید آره اینجا داشت شخصیت معروف بابا قبلش هدشو بگی اتزنو بلند که نمیشه نه واقعا بود نه این نوتر کمان کن کشتی تیب کنم قدم به کار میخواید اول برم اون بالا اون کاف صندوقه رو بهتون نشون بدم اینجا
نو میگه میگه این کد رو حتی زنم هم نمیدونه. It's a secret between me and Aqua Core Queen. بابا ولک نگام هاده چی بکردی؟ تیرم نمیزن. یه لحظه من اینو سرچش کنم. نو چپ نو چپ راست 3 7 چپ. نو چپ راست یا 7 چپ دیگه. نو چپ راست 3 7 چپ. چی بود توش؟ دوربین. دوربین برای هنگانه. اینو نکن با این کمان میکنی. بله خب ادامه ببین اینو سعی کنید قبل از نمسیس بگیرید، چون که یه نمسیس بیاد بهتون امون نمیده شما اینو به بیناتون برسید و بهتون ورش دارید، چون براتون اسکوب قوی تری میده. اسکوب میده برو بچه جون فکر من یه خروسه خوشتی اوجی 15 تا تو خشاب 86 تا تیر من 100 تایی تیر دارم. بیاره کنار. آبا خاموش کنید بابا، آب ایران تموم شد بده. آب ایران تموم باجی هنوز وان دمیج هم نه، یعنی همین دمیج نخورده. یه سیب بکن چشم نزدم تو چشم نزدم، یه سیب بزن که دم اصلا ما به صدا اهمیت نمیدیم که کسی اون توه. نه موز اون توه. نیکولاس جکسون UBCS? Yeah, careful, careful. Come on, don't look at me like that, all right? I'm not infected. No, wait, please! به من اونجوری نگاه نکن، من حالم خوبه. What the fuck? نیکولای اومد یه دونه زد. میگه اون زخمی بود، یعنی اون مریض شده بود. And what are you, UBCS? Killing your own people? He would have turned. There's your sense of self-preservation. نه شما هیچ کارش نمی‌کنه. برگرد تو مترو تا نمیخوام قلبت خونی شه. برو دلغک. حوصله نمک تو اون بازیاتون ندارم. رفیق من ساعت 3 صبح نمی‌دونستی اون دلغک راست نیست چاپ بذاریم نزدیکشم به دوربین. نه یا اینو نه یا قلبشون گرفت. سگو گلبشون دارم. نه قلبش نگرفت. قلبش رو به قلبی هم شد. بدی بولم نه بولم خود اینطور بگیرم این حالا نه
چرا بیدار شدی؟ من به تو تیر زدم. مردی؟ شدی؟ گوشی رو 32 دقیقه آلردی داره رکورد میشه که این فیدیو بکنم تش باشه 26 دقیقه خوبه. نمیشه با این کمباین کرد. کمباین نه کمباین نمیشه کرد. تیر رو بردار. این تابره ببین چیز میذاشت. همینجا من تیر بزنم. یه سیو ما میزنیم. این بهتره با فعلا دیگه رفت نمیم سکن بذار بکنم پایین گیرین هر سیو هم که کردم بذارم من گیرین هر برای یه بوش اصلا حتی نمیتونم بهش فکر کنم. یه بوش حتی نمیتونم بهش فکر کنم. فکر نکن عمل کن. فرمون و میرم میرم یه لحظه منو عصبی نکن. ای جوش get organized در بابا میدونم من چی میشه خدا جا دارم پس این یه دونه گرین هر من برم دارم که حیفه انقدر که تو این بازی جون داد. ببین من رزیدنت اویل 2 بازی کردم انقدر که ببین تو رزیدنت اویل 2 هر چقدر میخواستی من تو روی سیو دیگه داشتم اون سیوه هم آر پی جی بی نهایت بود هم مسلسل بی نهایت هم کد بی نهایت هم هات داگر نایف داغه. بعد بذاری سیو دیگه بزنم. بعد ببین نیم ساعت از 20 دقیقه بازی داشتم رو دنجر میرفتم. خدا دوستم داشت شد من نیاز میشه اینو بده آره. خب رسیم به جای خوبش. مرسی از اینکه تماشا کردید. لایک کامنت سابسکرایب نره و اسم چنل نگفتم. اسم چنل کسی کیپی بود. اسم چنل عوض شد قشنگتر شد بهتر شد. اسم چنل شد کسرا رایدکس. حالا بگو چرا کسرا رایدکس. من گفتم درایوینگ یعنی رانندگی به سمت یک وری به سمت آینده. گفتم بیایم به جای دی بیایم بذاریم آر میشه راید. آخه راید هم خودش معنی داره. حالا ما راید رو حساب نمی کنیم. بعدش یه معنی دیگه ای که داره ارزم در حاضرتان گفتم که بیام به جای آی بذارم وای خوشگل‌ترم میشه. بعد گفتم که راید خب یه ایکس به خاطر آقای ایلان ماسک ما میذاریم چون کم داشت. ایکس یعنی بزنید مدرنیت آینده بس تو بریم و بازم بگم که مرسی از این تماشا کردین. لایک کامنت سابسکرایبتون نره و تا ویدیوهای بعدی رایدکس اوت. With